سلام دوستان عزیز، به یک ویدیو دیگر از چنل من خوش آمدید. دوستان عزیز، در این ویدیو با هم میریم مقایسه میکنیم که آیا تریدر بودن خوب است یا یوتیوبر شدن. دوستان عزیز، نظریه شخصی خودم را هم بیان میکنم و از چت جی پی تی هم پرسان میکنیم، یعنی از هوش مصنوعی هم پرسان میکنیم که تو به عنوان هوش مصنوعی میتونی برای ما بگی که آیا ترید بهتر است یا یوتیوبر. اگر اولین بار است از چنل من دیدن میکنید، حتما سابسکرایب کنید، لایک و شیر از یادتان نرود. خب دوستان، نظر شخصی ما درباره ازی که ترید بهتر است یا یوتیوبر، یعنی یوتیوب بهتر است یا ترید. نظر من این است که یوتیوب نسبت به تریدر شدن ریسک کمتر و دوام بیشتر دارد. خب دلایل را بیان میکنیم دوستا. ببینید، اگر ما تریدر بشیم، بریم ترید بکنیم، اولا اینکه به سرمایه نیاز داره. به سرمایه $100 باشه، $50 باشه، $500، هر چی که باشه، ما به سرمایه نیاز داریم. و ترید هم باید ما کاملا راجع به او، یعنی کامل باید ما راجع به ترید معلومات داشته باشیم که بتونیم ترید بکنیم. یعنی هر کس نمیتونه تریدر موفق باشه، ترید بکنه و بتونه درآمد خش را نقد بکنه، یعنی بتونه کسب درآمد خوبی بکنه، به آزادی مالی برسه. ببین دوست عزیز، تریدر شدن خوب است، نمیگم که بد است، نکو ترید بکو زمانی که وقت اضافی داری. از نظر شخصی من یوتیوبر شدن بهترین راه است. درسته در اوایل 2 ماه 3 ماه و یا هم شاید بیشتر نظر به محتوایتان شاید بازدید نگیرین، شاید هم بگم سابسکرایبر جمع نتانین. با مرور زمان که شما فعالیتتان ادامه بدین، میتونین که یوتیوبر خوبی بشین و به درآمد برسین. زمانی که شما به درآمد رسیدین، جای مشخصی نداره، یعنی وابسته به زمان و مکان نیست. هر زمانی که دلتان خواست میتونین ویدیو بگذارین و هر جایی که باشین فرق نمیکنه. میتونین شما کانال خود که به نام گردشگری که به هر جایی میرین شما سفر میکنین، میتونین یک کانال ایجاد بکنین. ببین دوستی عزیز، من همیشه کوشش میکنم که راههای بهتر و اقتصادی تر برای شما عزیزان پیدا کنم. پس بعضی از دوستا پرسان کردن که گفتن ترید بهتر است یا یوتیوب، و من نظر شخصی من همین است که یوتیوب بهتر است. حالا ترید هم خوب است، نمیگم که ترید نکنید، برین ترید بکنین، تریدر بشین، ولی باید شما تجربه کامل داشته باشین. خیلی شما باید تحقیق بکنین تا بفهمید. اما یوتیوب میتونین چینلتان را با آسانی راه اندازی بکنین، تولید محتوا بکنین. تولید محتوا میتونین با آسانی. حالا امروز هوش مصنوعی آمده، برنامه‌های زیاد آمده، میتونین توسط از او تولید محتوا بکنین، کیفیت ویدیوهایتان رو بالا ببرین، ایدیت بکنین، هر قسم دیگه. در گذشته های دور تنها یوتیوب برای همین بود که جلوی دوربین نشسته از زندگی روزمره خود صحبت میکردیم. اما امروزه میتونیم از این کسب درآمد بکنیم. خب دوستا، حالا میریم از هوش مصنوعی پرسان میکنیم، یعنی همون چت جی پی تی پرسان میکنیم، سوال میکنیم که کدوم بهتر است. خب دوستان، حالا آمدیم روی اسکرین موبایل و چون برنامهش از پیش ما پاک شد،
آمدن از طریق واتساپ پرسان میکنیم. این هوش مصنوعی هم که در واتساپ است کار او را انجام میده. خب دوستان میریم سوال خودم مطرح میکنیم و سوال ما این بود که خب دوستان سوال خود پرسان کردیم و حالا فرستادیم، منتظر میمونیم که ببینیم چی جوابی برای ما ارسال. خب دوستان حالا سوال ما را جواب داد. میگه سوال خیلی خوبی پرسان کردی، سوال خیلی خوبی پرسیدی. این که بین ترید کردن یا یوتیوبر شدن کدام یکی بهتر است بستگی به شرایط، توانایی‌ها، علاقه‌ها و هدف مالی شما دارد. من به عنوان یک هوش مصنوعی هر دو مسیر را از چند زاویه مهم مقایسه می‌کنم. یوتیوبر شدن مزایا: میگه درآمد بلند مدت داره، درآمد ثابت از طریق گوگل ادسنس، اسپانسر، فروش محصولات و غیره. دیده شدن عمومی، رشد مخاطب، برند شخصی و شهرت. درآمد دلاری: اگر محتوا به زبان انگلیسی یا جذاب باشد درآمد دلاری میگیره. میگه رشد مداوم با تولید محتوای با کیفیت، بازدیدها و درآمد بیشتر میشه. یعنی اگر بازدیدت بالا بره درآمدت بیشتر میشه. معایب یوتیوبر شدن چیه؟ شروع سخت با بازدید و سابسکرایب کم. یک چیزی واضح هست که شروع بکنیم بازدید و سابسکرایبرهای ما در اوایل کم هستند. نیاز به تولید محتوای مداوم: خب گاهی نیاز به تجهیزات میکروفون، دوربین، اینترنت قوی هست. البته این نظر به مکان ما و شما بستگی داره که آیا ما به ده زندگی میکنیم یا به شهر. خب زمان بر شاید ماها زمان ببرد تا درآمد بالا برسد. این که درست است. زمان زیاد مهم است. خب ترید کردن، کریپتو یا فارکس. مزایاش میگه سود سریع، اگر بازار را درست تحلیل بکنی در چند دقیقه یا ساعت سود خوبی میبری. نیاز به تولید محتوا نداری، فقط تحلیل و مدیریت سرمایه. زمانی آزاد بیشتر، نیاز نیست مدام جلوی دوربین باشی. میگه فقط با موبایل هم ممکن است شروع کنی. معایب چی؟ حالا بیان میکنه، میگه پر ریسک است، احتمالی از دست دادن پول خیلی بالاست. نیاز به دانش و تمرین بالایی داره. کنترل احساسات خیلی مهمه، یعنی ترس و طمع. ترسی از بین رفتن سرمایه و طمع زیاد پول است یا همون سرمایه. بعضی کشورها محدودیت‌های قانونی دارند برای ترید. حالا میریم پیشنهاد هوش مصنوعی که میگه پیشنهاد هوش مصنوعی من برای تو: اگر حوصله ساخت محتوا داری، دوست داری برند شخصی بسازی، هدف بلند مدت داری یوتیوبر شدن، انتخاب بهتر است. میگه اگر اهل ریسک و یادگیری تکنیک های مالی هستی، سرمایه داری که میتونی باهاش کار کنی، کنترل احساساتت قوی است، ترید برایت مناسب است. و حتی میتونی هر دو رو ترکیب کنی، مثلا یوتیوب بزنی درباره آموزش ترید یا درآمد از کریپتو. اینطوری هم تجربه داری، هم مخاطب جذب میکنه، هم درآمد از یوتیوب. خب دوستان این هم بود سوالی که ما از هوش مصنوعی کردیم. خب دوستان عزیز این بود از ویدیو امروز. تا ویدیوی بعد شما را به الله پاک میسپارم.